سوال 12: پس دلیل آن که او صلی الله علیه و سلم رسول الله است چیست؟ جواب: دلیل بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستنده از جانب پروردگار است قول الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 144 می‌فرماید: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. یگان شبهه نیست که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است که پیش از او پیامبران دیگر نیز بودند. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آیا اگر بمیرد یا کشته شود چگونه که دشمنان با خبرهای دروغین پنگ میکردند شما به دین پیشینیان خود باز میگردید و دین پیامبرتان را ترک میکنید؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. و هر کسی که از دینش باز بگردد هیچ زیانی به الله سبحانه و تعالی نخواهد رسانید بلکه به خودش زیان بزرگ میرساند. و سیجزی الله الشاکرین. اما کسی که استوار در این دین قرار بگیرد، در ایمان و شکرگزاری، در توحید و پایبند سنت پیامبر بودن، هر چیزی از آن را قبول کردن، چیزی از آن را رد نکردن، پس الله سبحانه و تعالی شکرگزاران را پاداش و مکافات بزرگ خواهد داد. پس دلیل آن که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است، دلیل ها زیاد هستند. اولین دلیل، بزرگترین دلیل، این قرآن کریم است. معجزه جاودان است، کسی نمیتواند مثل آن را بیاورد. و معجزه های دیگری مانند شکافتن ماه، پاره شدن ماه، برآمدن آب از بین انگشتان مبارکش و خبرهای پیشین را بر ما خبر دادن، بشارت‌های پیامبران و کتاب‌های آسمانی بر او گواهی دادن، عمل پاک آن، اخلاق نیکوی او دلیل راستین است بر امانتداری او و پیشگویی او از چیزهایی که بعد از آن واقع می شود. پس همه این شهادت می دهد که او واقعا رسول الله است. پس این آیه کریمه که خوانده شد دلیل قطعی است که محمد صلی الله علیه و سلم رسول حق بر حق است و او مثل پیامبران پیشین انسان از بشر است. از انسان به دنیا آمده است، نه از نور، چگونه که سخنان بر دروغ میگویند. پیامبری بودن او دلالت بر حق بودن دین او می نماید. پس باید بگویی که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است، آخرین پیامبر است که الله او را برای همه جهانیان فرستانید با قرآن و با معجزه های روشنش.